سلام رفقای گل، حالتون چطوره؟ تو ویدیوی امروز دوباره رقابت بین افراد حرفه‌ای و نوب سگو داریم و قراره ببینیم که آیا 100 تا بچه میتونن 10 تا از قوی ترین مردای دنیا رو شکست بدن یا نه. بریم بفهمیم کی تو مسابقه طناب کشی برنده میشه، قوی ترین مرد دنیا یا این 100 تا بچه. 3 2 1 شروع کنید. این فقط یکی از چند تا رقابت خفنیه که قراره ببینید. قراره با سریع ترین جت پک دنیا مسابقه بدیم، رکورددار پرش جهان تو بسکتبال تست کنیم و در آخرم بهترین فوتبالیست دنیا با یه سری سلبریتی مسابقه میده. و برای شروع سریع ترین زن دنیا در برابر این 100 تا آقا تو دوی سرعت. شما این 3 تا مدالو کی بردی؟ 2 هفته پیش. علنا 2 هفته پیش. تو چند تا مدال داری؟ هیچی. به نظرتون میتونید شکستش بدید؟ بکنم کارت سخته. بین خودمون باشه، واقعا میتونی شکستشون بدی؟ آره. خیلی خوب. بچه هر کی بتونه شکستش بده $100,000 بهش میده. جون مادرت نباز تو رو خدا. اولین کسی که به خط پایان برسه برنده مسابقه است. من به هر کس سریعتر از ملیسا باشه $100,000 میدم. 3 2 1 خب شروع شد. یعنی یکی از این مردا میتونه سریعترین زن دنیا رو شکست بده؟ مال خودمی جیگر. وایساد جلو، از همه جلوتر بقیه رو رد کرد. های خدا جون، شماره 35 داره جلو میزنه. های شماره 35 الانه که بگیرتش. سرعتش رو زیاد کرد، داره سریعتر میره. وای سرعت رو ببین، یا خدا بودو. وای خودش اول شد. وای خدا جون، بردی دختر، برنده شدی. 35 دارش تقریبا بهش رسیده بودی. آره منم دیدمت، کارت خیلی خوب بود. قبلا 2 میدانی کار کردی؟ نه. چرا کار نمی کنی؟ خب انگار واقعا سریع ترین زن دنیا خیلی سریعه. بریم سراغ بعدی. تو مسابقه بعدی ما خفن ترین، گولاخ ترین و بهترین جت اسکی سوار دنیا رو داریم. دیجی خالد. آره دادا، پرچم بالاست. اومدم بتره کنم، فرقی نداره کی سوار اون جت اسکی بشه. در واقع دریا واس خودمه، شک نکن رو دستم در واقع نمیاد. شما با یه جت اسکی دیگه مسابقه نمیدی. حالا خودت میبینی. آماده پرواز شد. واسه پرواز؟ اونورو ببین. شما قراره با بهترین خلبان جت پک دنیا مسابقه بدی. این دیگه چه گفتی؟ من خودم هم نمیدونستم، ولی انگار واقعا یه عده با جت پک مسابقه میدن و این دوستمون نفر اول دنیاست. داش یعنی جایزم دارین؟ آره داداش، یه جام گنده میدیم جالب بهتون. شد. نه بس موز میدن. میگم بچه‌ها لطفاً سریع جام جور کنین وگرنه آبرمون میره. چالشمون خیلی ساده است. دیجی خالد با یه جت اسکی از رو دریا میره و عیسی هم از تو آسمون. اولین کسی که بتونه کل مسیر رو رد کنه برنده است. آقایون داداشم، حاضرید یا نه؟ 3 2 عمرم بذارم ببرم. 1 برید. برو بابا برو. خب رفتم تو کارش. خب دیجی خالد فعلا جلوه، ولی عیسی هم درست پشت سرشو داره بهش میرسه. رسیدن به اولین پیچشو. داره بهش میرسه، خیلی انگار نزدیکه. عیسی میتونه تو مسیر مستقیم تندتر بره. ای وای، سرعتشو ببین یا خدا. خالد جلو یالا زد. خالد بگازونه. هنوز تموم نشده. آره ممکنه خالد توی ببره. این پیچا جت اسکی میتونه سریعتر باشه. ممکنه خالد بهش برسه. ای وای ای وای. برو خالد، ثابت کن از همه خفن تری گولاخ من. خالد داره بهش میرسه. یالا پسر یالا. برو چیزی نمونده. آره جونمه. داداش داری چی کار میکنی؟ یالا خالد. مسابقه هنوز تموم نشده، چرا داری خوشحالی میکنی؟ بزن بریم. خب تموم شد، توپل من با حاجی عجب چیزی بود. این جت سوتا واقعا سریعه. خالدم فردا صبح میرسه ایشالله. دست من دیگه نمیاد، بقیه از سوسول بازیه. آره من تو بردم. بردی، ولی خالد یه جوری انگار خودش برده. بردن خیلی حال میده. نه خیر من بردم. داداش ما همه برنده. قبول کن وقتی. اصلا راه نداره. داداش اون جام من آماده کن، میخوام بذارمش کنار بقیه جامم.
این داشتمون دیجی خالد آهنگسازه، سلبریتی معروفم هست. حالا یا به باختن عادت نداره یا مثل بعضی از پسرها گردنگیرش خرابه. بابا باختی دیگه وا بده. من میخوام بذارمش کنار بقیه جامم. خب بریم سراغ مسابقه بعدی. داداش خودت بردی، اینو ولش کن. خالد داداش تبریک میگم. تو رقابت بعدی کسایی هستن که احتمالاً بشناسینشون. ما اسپیدو داریم، بزرگترین طرفدار رونالدو، و این طرف هم کسی نیست جز خالد خودمون. کسی که تونست تو ویدیوهای قبلی بهترین فوتبالیست دنیا یعنی رونالدو رو شکست بده که احتمالاً یعنی اون الان بهترین فوتبالیست دنیا. اگه اسپید ببره من به یکی از طرفداراش $100,000 میدم و اگه خالد ببره من به اون $100,000 میدم. طرفدارای اسپید حلالم کن. بریم تو کارش. خیلی خب، قوانین این رقابت خیلی ساده است. اولین کسی که بتونه 3 تا از هدف‌ها رو بزنه برنده است. دقیقاً مثل مسابقه‌ای که توش رونالدو رو شکست اون موقع گفتم شانسم 50-50، اما الان میگم 90-10. وای اینقدر اعتماد به نفس حالا داری؟ خوبه یه بار رونالدو رو بردی. داداش اون موقع رونالدو بهت سخت نگرفته. حالا جوگیر نشو، الان نشونت میدم. بزن بریم. همه حاضر باشید. موفق خب باشید. اسپید $100,000 واسه یکی از طرفداراته. باید به خاطر رونالدو و طرفدارام انجامش بدم. یعنی میتونه بزنه؟ زد. اوه بریم از همسایه بگیریمش. اسپید که متاسفانه ترد زد. بذار ببینیم خالد چی کار میکنه. خیلی نزدیک بود، فقط یه ذره مونده بود. خب حالا اسپید رفت پشت توپ. میگم یه بچه قدی نیدی. بابا خیلی رو مخی. 20 خدا لعنتت کنه. 20 جیمی بذار بچه یه ذره تمرکز کنه. ببخشید داداش زدی به کادون، یعنی چندلر. چندلر از این لباس قرمز سفیدا نداره؟ خیلی خب خالد، هر وقت حاضر بودی لازم هم نیست بهش آسون بگیری. بریم واسه اسلاموشن. یکیشون بر بابا بچه خونگی. بی خیال بابا، قاطی نکن. قاطی کرد پسر. چی دست خودش. بچه ها اسپید خیلی زورش گرفته. اگه نتونه این یکی رو گل کنه احتمالش هست که بره لا دست رونالدو. میخوای بهش رحم نکنی؟ همون برای که سر رونالدو آوردی؟ آره همینه. خودت جون. اسپید واسه خاطر طرفدارا درش سرویس کن که یه دونه رو باید بزنه. ای وای من. زهر ما. من اسپیدو خیلی وقت میشناسم و قشنگ معلوم بود داره کله میکنه. داستان رونالدو داره تکرار میشه. یعنی میتونی بعد رونالدو اسپیدم شکست بدی؟ عمرن مستقیم بزنه بهش. عمرن. وای! اسپید شاید باورت نشه ولی خالد داره سهیج سولاخت میکنه. رونالدو داداش اگه داری نگاه میکنی بهتره نگاه نکنی. آفرین خودشو زد. خودشو زد. آفرین. میبینم گرم شدی داداش. داشتمون چه تمرکزی کرده. تا حالا ندیده بودم اینقدر ساکت باشه. دقت کردی باد همش سمت راست می‌وزی؟ ای وای من. ولی گل قشنگی بود. اگه ببره خیلی باحال میشه. این یکی واسه رونالدوه. ای وای. اونا پشت سر هم ضرباتو میزدن ولی حتی خالد با این همه اعتماد به نفس نتونست شوت آخر رو بزنه. اسپید خیلی خیلی مصممه. مصمم به نظر میاد. یالا اسپید. وای مساوی شده. داشتمون یه کلمه دو هم مساوی شد. اسپید یه چیزی بگو به بچه ها دیگه. رونالدو. بچه ها اسپید چرا جنبه باخت نداره؟ درست جلوی دوربینی مراعات کن. بعد عکسش هم دقیقا تو همین حالت اون گوشه اینجوری. رونالدو. هر کسی شوت بعدیو بزنه بازی همینجا تموم میشه. خالد میتونی تمومش کنی. اگه نکنی اون این کارو میکنه. نولان بپا. داداش ما رو چرا میزنی؟ باورم نمیشد این دو نفر هی پشت سر هم شوت میزدن. میدونستم که هر لحظه یکیشون میتونه $100,000 رو ببره. اینو دیگه اسپید این فرصت رو داری که قضیه رو تموم کنی. تمومش کن. به یاد داداشم رونالدو. یکی از طرفدارای اسپید که $100,000 برد. خیلی خفن بودی. دمت گرم داده. چه عجب یه لبخند زد اسپید. ولی میباخت خیلی زایه بود. فکر کن اومدی انتقام اسطورت رو بگیری بعد خودت هم بری لاکار. دمت گرم داده.
ایشون قوی ترین مرد کل دنیا و در ادامه میبینیم که آیا میتونه در برابر 100 تا بچه برنده بشه یا نه. ولی اول واسه این که ببینید اون چقدر قویه قرار این هواپیمای تقریبا 20,000 کیلویی رو برامون بکشه، اونم بیشتر از 20 متر. بچه خوب ببینید قراره با این قولتشن مسابقه برید. حریف من یکی نمیشه. برو. تکون نمیخوره. با بچه ها هواپیما راه افتاد که وای خدا. الان داره یه هواپیمای بوینگو میکشه. حریفتون اینه، بترسید تو خودتون. چی شد؟ وای خدا جون، وای خدا. سم با با توجه به چیزی که دیدید به نظرتون میتونید این قولتشن رو شکست بدید یا نه؟ در ادامه ویدیو میفهمید. واسه رقابت بعدی رفتیم وسط یه مسابقه بیسبال. سلام به همگی. حالتون چطوره؟ قبل از اینکه بیام تو زمین از بین شما 40,000 نفر 2 تا صندلی و شانسی انتخاب کردم. پس لطفاً کایلا دبلیو و بوئن اچ بیان داخل زمین. بیاین بچه. میدونید قراره چی کار کنیم؟ چندلر بیا اینجا. اگه چندلر بتونه امتیاز بگیره کایلا $50,000 میبره. وای تو رو خدا بزنیم. باشه سعیمو میکنم. ولی اگه بازیکنای حریف جلوشو بگیرن یا یه نفر توپو تو استادیوم بگیره جناب عالی $50,000 تا رو میبری. نذاریش ضربه‌ای بزنی. حل داده. $50,000 خدا بده برکت جلوی 40,000 نفر. موفق باشی. بریم واسه اولین ضربه. اینم از ضربه اول. تا اینجا که والا شات ست خیلی خوب نبوده. اگه ستاشو خطا بزنه میره بیرون. زود باش. خب بریم واسه ضربه بعدی. اگه یکی از این 40,000 نفر توپو بگیره باختیه. شرمنده چنده تو باختی. اون آقایی که اونجاست توپو واسط گرفت و باعث شد $50,000 پول گیرت بیاد. چی میخوای بهش بگی؟ دمت گرم که توپو گرفتی رفیق. من همینطوری اومده بودم بازی رو ببینم ولی $50,000 زدم به جیب چون چندر بازیش افتضاحه. ما کسی که موفق شده بود توپو بگیره رو دعوت کردیم توی زمین. داداش بچه خوب دستی هستی، این $10,000 تومن برای تو. وای ممنونم. چندلر چیزی نمیخوای بهش بگی؟ اونطور انداخت بیرونه. چرا این کارو با هم کردی؟ شرمنده دیگه پیش میاد دیگه. فدا سرت مبارکت باشه. چندلر یعنی خاک تو سرت. آره یه خورده ناراحتم. اگه میخوای $50,000 تایی دیگه بدم دوباره امتحان کن. معلومه که میخوام. ولی خب از اونجایی که این یه مسابقه واقعی بود مجبور بودیم تا نیمه بعدی صبر کنیم. خیلی خب وقتشه. اگه چندلر بتونه امتیاز بگیره کایلا برعکس دفعه قبلی $50,000 تا گیرش میاد. ولی اگه بازم بازیکنای حریف بتونن امتیاز بگیرن برایان اون کسی که توپو گرفت علاوه بر $10,000 تا یه $5,000 تای دیگه هم گیرش میاد. نمیخوای چیزی به چندلر بگی؟ فقط کافیه برسه به اون نقطه و امتیاز بگیره. چشمت به توپ باشه و حواست باشه کمرتو خم کنی. تو میخوای به نمایندت چی بگی؟ داداشی دستم به کلا دست بوسه. نگران نباش هوات دارم. این آخرین فرصت چندلره. بهتره خوب تمرکز کنی. بریم واسه اولین ضربه. ای دل غافه. تازه ضربه اول بود، نگران نباش هنوز شانس داره. تنها کاری که چندلر باید بکنه اینه که به اولین نقطه امتیازگیری برسه. ای وای، زد! برو 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 برو. برو! آی خدا خیلی نزدیکه. ای وای، بابات $50,000 تایی دیگه برد. آره همینه. الان بیشتر بابا تو دوست داری مگه نه؟ چندلر چیزی نداری بگی؟ بازم شرمنده. بیاید بریم مسابقه بعدی. بابا دست خالی رد نکن بدبختو دیگه جیمی جان. کلا تو تیم چندلر بودن اشتباهه. یعنی اگه تو تیم چندلر باشی احتمال زیاد باختی. من جای کایلا بودم شماره چندلر رو میگرفتم براش شماره شبا با یه قلب میفرستادم. دیگه خودش میفهمه.
بیاید بریم مسابقه بعدی. تو ایستگاه بعدی ما یکی از نزدیکترین رقابتامون رو داریم. اگه این گلف باز آماتور یعنی جانی بتونه این ضربه رو برسونه به وسط این دریاچه و به این تسلا بزنه، میتونه ببرته. و واقعا جانی تازه کار همینجوری توی باشگاه گلف پیداش کرده. سرویس رو صاف داری دیگه؟ معلومه که دارم. چند ساعت وقت خالی داری؟ چرا که نه؟ پس بزن بریم. اما اگه کسی که 2 بار قهرمان جهان شده یعنی برایسون دیشامبو، بزرگترین گلف باز جهان، بتونه زودتر بزنه، من به طرفدارش تسلا رو تقدیم مال میکنم. خودمه. و خب چون اون بهترین گلف باز دنیاست، در ازای هر 3 ضربه‌ای که به تو میدیم یه دونم به اون میدیم. موفق باش. تو هم همین. خب جانی خودت شروع کن. 3 2 1. آه عجب ضربه ای. ممکنه بخوره. آره واقعا ممکنه بخوره. قشنگ کنار تسلا فرود اومد. هنوز 2 ضربه دیگه مونده. آفرین، برو چپ 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 چپ. داداش اون یکی رو دیگه زدی تو کلمو. خب این یکی دیگه میزن. آخرین ضربت رو بزنی، بعدش نوبت برایسونه. جون من برو راست. خدا رحم کرد، نزدیک بود بخوره بهم. من میخوام با ماشین برم خونه. تا اینجا با اتوبوس اومدم، نمیخوام این چوبا رو تا خونه بکشم بپوشم. فکر با یه ضربه بزنه. جون پهلوون پنبه. بهترین گلفاز دنیا. برو جون مادرت برو. وای چقدر نزدیک بود. همینی شتای بعدی رو هم خراب میکنه. همین؟ از ماشین دور شو. اوه دقیقا آره، بالا سرش رد شد. دومین ضربه برایسون. به این میگن ضربه. از بالا رد شد. خورد به سکو ولی به وای، تسلای نه. نخورد. خیلی نزدیک بود. جانی 3 تا ضربه دیگه داری، حواست باشه زیاد شانس نمیاری. وای خرابش کرد. کارل نره تو پاچه. حله داداش، تا اونا هی دارن توپا رو خراب میکنن، بذارین من از فیستبلزامون براتون بگم. اخیراً یه بسته 70 تایی دادیم بیرون که همه طعمای محبوبمون توش هست. تو اندازه‌های کوچیک، شکلات شیری، کرانچی و کره بادوم زمینی. خداییش یه خیلی عالمه خوبه. مستر بیست شکل تو یه بسته. فقط تو فروشگاه کاسکو فروخته میشه. از اونجایی که الانم هالووینه، زود بریم بخرینش. ممنون کارل، حواست باشه تو پاچه داره. آره همینه. می‌خوره؟ لطفاً وای لعنتی. خیلی نزدیک بود. گندش از بزن. پسش برمیای جانی. نه گند زده. خب حالا نوبت منه. این یکی دیگه میخوره. رفت چپ. این یکی خوب بود. برو دیگه. آره برو. گندت بزنم. این شاید بخوره. وای به خشک شانس. نمیشه. حاجی دقیق افتاد جلومون. انگار ترس شدم نمیخوره به. جانی به خودت بیا مرد. ترایسون داره نزدیکتر میشه. این ممکنه آخرین فرصت باشه. آخ زد تو سرت بچهای پشت سر. یارو تازه کاره داره خسته میشه. میخوای چندلر بجت بزنه؟ تو 5 ضربه میتونم بزنم. عجب لغازی خون. بذار ببینم دنیا دست کیه. گذاشتن چندلر ایول بزنه. بذار برم رو مخش. هر وقت خواست ضربه بزنه بخون. چندلر ضربه میزنه ولی اگه ببره جایزه گیر جانی میاد. کی وسط ضربه من بوق زد؟ اگه نولان باشه زنده‌اش نمیذارم. قیافش رو دیدی الان بدجوری قاطی چندلر میکنه. هدفگیری برایسون داره هی دقیق تر میشه. این ممکنه آخرین فرصت باشه. هیچ شانسی نداره. ای وای. چندلر این تن بمیره درست بزن. کار میکنی داداش؟ چندلر از پسش خاک تو برمیه سر. چندلر، تمرکز برو کن. دور شو. آره فکر کنم این دفعه وای بخوره. خدا جون. برو. حاجی پشما. وای خدای داداش میکروفون رو نابود کردی. البته چندلر حق داشت انقدر خوشحال باشه چون معمولا میبازه، ولی انگار همیشه هم تو تیم چندلر بودن بد نیست. کاش من این سربلندی رو برای نولانم ببینم. نولان بدبختم همیشه خدا خفت میخوره. زدمش. من از برایسونم خفن‌ترم. حالا من باید پیاده برم. میگن تسلا مفتیش میچسبه. چندلر تونستی برایسون شکست بدی. بریم واسه مسابقه بعدی. خب رسیدیم به آخرین چالش قبل از رقابت 100 تا بچه با قوی ترین مرد دنیا. ما اینجا داریوس رو داریم که تونست از یه ببرم بالاتر بپره و رکورد گینس خودش رو بشکنه. ایشون قرار مسابقه دانک بده با دوستمون دروسکی. آره با کمک ترامپولین. آبینم کمک. نکته اینجاست که شما باید روی این حلقه 3 متری دانک بزنید. ما هر دفعه 15 سانت میبریمش بالاتر تا جایی که بالاخره یکیتون نتونه امتیاز بگیره. خب بریم ببینیم دروسکی با کی طرفه. اول داریوس شروع میکنه و با این حلقه 3 متری معمولی. باید هنرم رو کنم. ببینم چه میکنی. وای خدا جون قروفرش هم داد.
یعنی قشنگ زد نابودت کرد. گفت عادی انداختن برام زیادی آسونه. چیزی نبود. بچه‌ها ترامپولینو بیارید ببینیم درسکی چی کار میکنه. قبلش نمیخوای بگی یکی اینو تست کنه؟ نکنه میترسی بشکنی. داداش اینو برای بچه خودت سرم نه کردن؟ ترس نمیمیری. باشه حله. ردیف داداش. شبیه مایکلم کن جردن. بزن بریم. مایکل جردن زمانه. نه انگار قراره جدی رقابت نزدیکی باشه. ترامپولین دیگه زیادی خوب کنه. ارتفاع گلو زیاد کنید. برو تو کارش. رکورددار پرش دنیا. خیلی خوب 3 متر و 15 سانت. هر وقت حاضر بودی برو. خودم جردنم. بجام پسر. خودشه. سب کن ببینم خوبی داداش؟ خب خدا رو شکر. بله پاشو. دادا بس این جایزه با کن. داداش افتخارش مهمه. قرار رکورددار پرش دنیا رو چم بابا. این بود ارزش‌های ما. باشه. خیلی خوب ببرید بالاتر. ببرش بالا. به خدا اینم براش آب خوردنه. خیلی خوب خیلی خوب. وای میبینم که باید تمام زورتو بزنی. بره رو 3.5 کارمون سخت میشه آره. ولی مطمئن نیستم درستکی از پسش بر بیاد. میتونی؟ حالا میبینی ترامپولین رو برده بیا. الان نشونت. معلومه بدجوری ترسیده نه؟ آره درست که حواستو جمع کن. 200 میلیون نفر این ویدیو رو میبینن. 200 میلیون از ماتحتت کشیدی بیرون. خیلی بیاده. خیلی خوب درست که 3 متر و 30 سانت. ببینم چی کار میکنی. لبرون جیمز. آفرین همینجوری بهتره. کاراش آسون بوده. واقعیتش مطمئن نبودم بتونی 3 متر و 30 سانت بپری. چی؟ ببرش بالا. او زهر داشتی. واقعا تو زدی؟ چی خدایی خیلی بالاست. نردبونو بیار. که میره این همه راه رو ارتفاع نگاه. داریوس درسته تو تونستی اون ببر رو شکست بدی ولی این یکی فرق داره. نه تنها باید بپری بلکه باید توپو هم رد کنی تو سبد. به نظرت کسی تو دنیا میتونه این ضربه رو بزنه؟ حالا میبینی. رکورددار پرش دنیا. ببینیم چه میکنه. بزن بریم. توپو برات بندازم؟ آره. جدی؟ جلوی چشم تموم دنیا. آیا داریوس رکورددار پرش جهان آره. میتونه روی این حلقه 3.5 متری دانک بزنه؟ چندلر قراره بهت پاس بده. ببینم چی کار میکنی. باشه. نتونست. بچه‌ها من میگم شاید اگه چندلر بهش پاس نمیداد بهتر بود. یعنی اگه خودش مینداخت احتمال موفقیتش بیشتر بود. نتونست. وای باورم نمیشه. اگه بتونی این ضربه رو بزنی بردیه. آره. ببینم چه میکنی. اگه بتونی همه تو رو یه ورزشکار خفن میدونن. ورزشکار جمشه بودم. احترام میذارن. همیشه تو هم بنداز تو میذاشتم. سولاخ. بابا من واسه خودم یلیم. چی میگی تو واسه خودت؟ روسکی بهتره کن. کنار سبد بندازم دیگه. اونو آره. نمیخوای دیگه بدش به من. اجام بسه. خیلی خوب. نامیدم نفس نکن. عمیق. نبات نباشه. درست کی آیا تو ورزشکارترین آدم دنیا 100%. میتونی بزنی؟ بجام درستکی. معلومه که هستم. حالا ثابت میکنم. هی با یکی بگیرتش. یه گستون میره. رفیقمون واقعا ورزشکار شد. آره داداش بهت گفته بودم من از همه ورزشکارا کله خرترم. یه لیوان بده. داداش میخوای صندلی بیارم بشینی؟ بابا تو تونستی از یه ببرم بلندتر بپری ولی از درستی درسته. نه. بریم مسابقه آخر. حالا وقتشه که به فینال رقابتامون برسیم. این قوی ترین مرد کل دنیاست و قراره با این 100 تا بچه یه مسابقه تناب کشی بده. ماشاءالله یکی دوتا نیستم. اون هواپیمایی که کشیدی تقریبا 20,000 کیلو بود پس قاعدتا باید بتونی اینا رو بکشی رو زمین. آره در ظاهر آسون به نظر اما میاد. ساده به معنای آسون بودن نیست. توی مسابقه تناب کشی باید علامت قرمز تیم حریف رو بکشی رو خط قرمز تا ببرید. اگه ببرید به همه تون شکول میدم.
حاضری داداش؟ آره شما چطور؟ آره 3 2 1 شروع کنید. بکشین با تمام توانتون بکشید. ای وای بچه ها دارن یه لقمه چپش میکنه. تناب از خز رد شد، بچه ها نابودش کرده. اینجوری نمیشه، بقیه یه سیبیلا رو بیاری. اینا 10 تا مرد قدرتمند دنیان. خدایی سیبیلا رو نگاه، احساس میکنم خیلی کوچولو هم. این بچه ها دارن جلوی 2 تن عضله و مایچه خالص کاری میخونه. این تایتانا علنا قوی ترین آدمای دنیان و با همدیگه میتونن 4 تا نیسان آبی رو بلند کنن. آخه از لحاظ فیزیکی هم جور در نمیاد. 100 تا بچه هستن، بعد هر کدوم 30 کیلو هم حساب کنی میشن 3000 کیلو. تازه مقاومت هم دارن میکنن و با همدیگه میتونن 4 تا نیسان آبی رو بلند کنن. و حالا هر دور یه نفر به تیم سیبیلا اضافه میکنیم تا ببینیم چند تا مرد قوی میتونه این 100 تا بچه رو شکست بده. اینا اصلا قوی ترین مردان جهان سال 2019 هستن. انشالله که این دفعه چند ثانیه رو بیشتر دووم بیاریم. خدا بزرگ داشتی. وقت خوابه چش بسنالا. خیلی خوب 3 2 1 شروع کنید. بچه ها تنابو کشیده. وای دارن لهشون میکنم. تمام بچه ها نابودشون کردن. حاجی 2 ثانیه هم نشد که. ببین اینجوری اصلا نمیشه. من میگم این دفعه 2 تا سیبیل بیان کمکتون. آره بزن بره. حالا تیم سیبیلا 4 نفره و این دفعه باید یکم لااقل بیشتر دووم بیارن. حاضرید شروع کنید. تیم سیبیلا داره مقاومت میکنه. زود باشید زور بزنین بچه ها دارن میبرن. یه جوری تنابو میکشن اینا خیلی راحته. نابود شدید که. از اونجایی که 4 تا سیبیلم کافی نبود این بار کردیمشون 6 تا. برید. این دفعه شروعشون خوب بود ولی بچه ها دوباره کشیدنشون رو زدن نفلشون کردن. چه شب عجیبیه. این دفعه 2 تا از قول تشناشو اضافه کردیم. اگه بچه ها میخوان این راندو هم ببرن باید واقعا تلاش کنن. 3 2 1 برید. بکشید. وای دارن مقاومت میکنن. سیبیلا نمیخوان به این راحتی وا بدن. یالا بچه ها دارن میکشوننشون. با اینکه رقابت نزدیک بود ولی بچه ها بردن. مونده تا برسید. اینا حریف ما نمیشه. آره بابا. این دفعه کلکتون کنده است. عمرن اگه هم بتونی ترس تو چشاتون هر 10 میبینم. تا رو بیار. هر 10 تا رو بیار. هر 10 تا رو بیار. آره. حالا لحظه ای که منتظرش بودید. 10 تا سیبیل قدرتمند با مجموعاً بیشتر از 2 تن وزن و 7 بار قهرمانی دنیا در برابر 100 تا بچه. حاضرید یا نه؟ اون اسکوات هایی که زدین و یادتونه؟ تمام اون نفس زدن ها و از حال رفتن ها، تمام اون سختی ها به این لحظه با شکوه ختم میشه. خیلی خوب هر دو طرف. حاضرید یا نه؟ 3 2 1 برید. بکشید با تمام زورتون بکشید. ای خدا بچه ها دارن میکشوننشون. تیم ورکو ببین. آیه سیبیلا داره سر میخوره. بکشید. ای وای نگرش داشتن. با تمام قدرت بکشید. هر چی دارید بذارید وسط. یاد همه زحمت هایی که کشیدید بیافتید. به این بچه ها نشون بدید که وقتی زندگیتون رو وقف یه چیزی کردید نتیجهش چی میتونه باشه. نگه دارین. ای وای سر خورد که. بکشید. بجنگید بابا بجنگید. بکش. آفرین بچه ها زور بزنید. بکشید. آره. این 100 تا بچه 10 تا از قوی ترین مردای دنیا رو شکست دادن. باورم نمیشه بچه ها بردن. سابسکرایب کنید. خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم لذت برده باشید. دمتون گرم و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.